سلام و درود خدمت همه دوستان عزیز. وعده کرده بودم داستان پادشاه و کنیزک رو این جلسه برای شما نقل بکنم. روش ما اینه که داستان رو تقریبا بیشتر ابیاتش رو میخونیم، به غیر از مواردی که خیلی ضروری باشه هیچ توضیحی من نمیدم و برای اینکه خیلی مفصل و طولانی نشه، فقط قبل از اینکه شروع بشه این توضیح رو باید بدم که مولوی این داستان رو به عنوان اولین داستان انتخاب کرده، حتما مقصود و منظوری داشته. قبل از اینکه داستان شروع بشه میگه که بشنوید ای دوستان، این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن. انگار که شخصیت مولانا رو و تمام شخصیت‌های مهمی که در زندگی او نقش داشته میشه توی این داستان پیگیری کرد و پیداشون کرد. مثلا شمس تبریزی رو. حکایت عاشق شدن پادشاهی بر کنیزکی و خریدن پادشاه کنیزک را. بود شاهی در زمانی پیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین. اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بهر شکار. یک کنیزک دید شه بر شاه راه، شد غلام آن کنیزک جان شاه. مرغ جانش در قفس چون می تپید، داد مال و آن کنیزک را خرید. چون خرید او را و برخوردار شد، آن کنیزک از قضا بیمار شد. آن یکی خر داشت پالانش نبود، یافت پالان گرگ خر را در ربود. کوزه بودش آب می نامد به دست، آب را چون یافت خود کوزه شکست. شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست، گفت جان هر دو در دست شماست. جان من سهل است جان جانم اوست، دردمند و خستم درمانم اوست. هر که درمان کرد مر جان مرا، برد گنج و در و مرجان مرا. جمله گفتندش که جانبازی کنیم، فهم گرداریم و انبازی کنیم. هر یکی از ما مسیح عالمی است، هر علم را، علم با الف به معنی درد و رنج، هر علم را در کف ما مرهمی است. گر خدا خواهد نگفتند از بتر، پس خدا بنمودشان عجز بشر. ترک استثناء یعنی انشاءالله، ترک استثناء یعنی انشاءالله نگفتن. میگه اینا انشاءالله نگفتن، بعد میگه ترک استثناء مرادم قسوتی است، یعنی سنگدلی. ما میگیم قساوت از همین خانواده است، نی همین گفتن که عارض حالتی است، نه اینکه ورد زبونت باشه و همش تکرار بکنی کلمه رو. ترک استثناء مرادم قسوتی است. میگه نه که اینا به زبون نیاوردن، اینا سنگدل شده بودن، نی همی گفتن که عارض حالتی است. ای بسا ناورد استثناء به گفت، چه بسا کسانی که استثناء به گفت نیاوردن، یعنی نگفتن انشالله، ولی جانشان با جان استثناست جفت. هرچه کردند از علاج و از دوا، گشت رنج افزون و حاجت ناروا. آن کنیزک از مرض چون موی شد، چشم شه از اشک خون چون جوی شد. از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از هلیله قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچو نفت. خلاصه میگه که هر چه دارویی که اینا دادن، هر درمانی که اینا کردن، همه برعکس شد. مثل اینکه آب به جای اینکه آتش رو خاموش کنه، آب آتش را مدد شد همچو نفت. شه چو عجز آن حکیمان را بدید، پا برهنه جانب مسجد دوید. فهمید که اشتباه کرده، رفت در مسجد سوی محراب شد. سجدگاه از اشک شه
پر آب شد. چون به خویش آمد ز غرقاب فنا، خوش زبان بگشاد در مدح و ثنا. به اشتباه خودش پی برد. وقتی که به اشتباه خودش پی برد و از سوز دل شروع کرد زاری کردن، حالتی بهش دست داد که در اون حالت به زبان اومد، شروع کرد به صحبت کردن و اینا رو گفت که کمین بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بار دیگر ما غلط کردیم راه. لیک گفتی گرچه میدانم سرت، زود هم پیدا کنش بر ظاهرت. تو خودت گفتی که اگرچه که من راز دل تو رو میدونم، ولی بیانش کن، اون رو با من در میان بذار. چون برآورد از میان جان خروش، یعنی پادشاه دلش به درد اومد، اندر آمد بحر بخشایش به جوش. دریای بخشایش خداوند به جوش در آمد. در میان گریه خوابش در رو بود، دید در خوابو که پیری رو نمود. گفت ای شه جمله حاجاتت رواست، گر غریبی آیدت فردا ز ماست. چون که آید او حکیم حاذق است، صادقش دان کو امین و صادق است. در علاجش سحر مطلق را ببین، در مزاجش قدرت حق را ببین. چون رسید آن وعدگاه و روز شد، در خواب بهش نشونی هایی دادن به پادشاه. یعنی کسی در خواب اومد و این نشونی ها رو بهش داد که کسی میاد از جانب ما، یعنی از جانب خداوند، و اون وقتی که بیاد اون موقع تو علاج واقعی رو ببین در برابر اون حکیمانی که خدا رو فراموش کردند و وعده های پوچ و دروغین دادند. چون رسیدان وعدگاه و روز شد، آفتاب از شرق اختر سوز شد. بود اندر منظره شه منتظر، تا ببیند آنچه بنمودند سر. بله، پادشاهان خودشون که نمی رفتن منتظر کسی باشن. اون کسانی که خادمان بودند و حاجبان بودند، اونا می رفتن پیشواز. اگر قرار بود کسی رو، آدم مهمی رو به پیشوازش برن، دیگران بود که می رفتن به پیشواز. ولی خود شاه بود که به پیشواز اون حکیم الهی که در خواب وعده بهش داده بودند رفت. دید شخصی فاضلی پرمایه‌ای، آفتابی در میان سایه‌ای. ببینید از چه اغراقی استفاده کرده. در میان روز که آفتاب همه جا روشنه، اون شخص مثل آفتابی بود در سایه، یعنی خودش در برابر خورشید آسمان میتابید. میرسید از دور مانند هلال، نیست بود و هست بر شکل خیال. آن خیالی که شه اندر خواب دید، در رخ مهمان همی آمد پدید. شه به جای حاجبان، یعنی درباریان اون کسانی که باید میرفتن پیشواز، شه به جای حاجبان فا پیش رفت، پیش آن مهمان غیب خویش رفت. هر دو بحری آشنا آموخته. بحری یعنی دریایی، آشنا یعنی شنا، یعنی مانند دریا نوردانی شناگر ماهر. هر دو جان بیدوختن بردوخته. گفت معشوقم تو بودستی نه آن. به اون حکیم گفت معشوق حقیقی من تو بودستی، تو بوده ای، نه آن کنیزک. لیک کار از کار خیزد در جهان. ای مرا تو مصطفی من چون عمر، از برای خدمتت بندم کمر. دست بگشاد و کنارانش گرفت، همچو عشق اندر دل و جانش گرفت. دست و پیشانیش بوسیدن گرفت، از مقام و راه پرسیدن گرفت. پرسان می کشیدش تا به صدر، بردش یه جای عالی در پیش خودش نشوند. گفت گنجی یافتم آخر به صبر. گفت ای هدیه حق و دفع حرج، معنی از صبر و مفتاح الفرج. ای لقای تو، یعنی چهره تو، جواب هر سؤال
مشکل از تو حل شود بی قیل و قال. یعنی دیدن تو دوای هر دردیه، دیدن تو حل هر مشکلیه. ترجمانی هرچه ما را در دل است، دستگیری هر که پایش در گل است. چون گذشت آن مجلس و خوان کرم، دست او بگرفت و بردن در حرم. قصه رنجور و رنجوری بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند، پیش اون کنیزک بیمار. رنگ و رو و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست ویران کرده اند. بی خبر بودند از حال درون، استعیذ الله مما یفترون. دید رنج و کشف شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. از اینجا ابیاتی شروع میشه، ابیات بسیار شورانگیزی که بیشتر حال و هوای غزل داره، مثل ادبیات غناییه، ولی خب وقتی که مولوی یاد عشق میفته، یاد معشوق میفته، یاد مراحلی که خودش پشت سر گذاشته میفته، یاد شمس میفته، یاد فراق شمس میفته، این ابیات بر زبانش جاری میشه. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق، علت یعنی بیماری، علت عاشق ز علتها جداست. عشق استرلاب اسرار خداست. استرلاب وسیله‌ای بود که قدما به وسیله اون ستاره شناسی میکردن. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب. دلیل آفتاب آفتابه. آفتاب نیازی به توضیح و تفسیر نداره، همونجوری که عشق رو نمیشه تفسیری کرد، نمیشه توضیحی داد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رخ متاب. همونطور که اگر آفتاب رو میخوای ببینی و درک بکنی بایستی به او رو بکنی، اگر عشق رو میخوای درک بکنی بایستی عاشق بشی. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون برآید شمس انشق القمر. خود غریبی در جهان چون شمس نیست، شمس جان باقی است کو را امس نیست. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، اسیر با الف و سه نقطه به معنی کره آتش. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، نبودش در ذهن و در خارج نظیر. در تصور ذات او را گنج کو، یعنی گنجایش، تا در آید در تصور مثل او. اسم عشق اومد، اسم شمس اومد. طبیعیه که مولوی یاد شمس تبریزی میفته و وقتی که از خورشید نام برده در برابر شمس تبریزی گویا خجالت زده میشه. میگه من دارم میگم شمس، من دارم میگم خورشید، شما خورشیدی رو تصور میکنید که یه دونه بیشتر نیست، ولی اون خورشید رو میشه یه دونه دیگه براش تصور کرد و میشه بی نهایت تصور کرد. ولی من این
شمسی که دارم ازش سخن میگم غیر قابل تصوره. شمس در خارج اگرچه هست فرد، میتوان هم مثل او تصویر کرد. شمس جان کو خارج آمد از اسیر، ولی این شمس جانی که من ازش سخن میگم از اسیر خارج، یعنی مثل خورشید آسمان کره آتشین نیست، از جنس دیگری است. چون حدیث روی شمس الدین رسید، شمس چارم آسمان سر در کشید، یعنی پنهان شد. واجب آید چون که آمد نام او، شرح رمزی گفتن از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. حسام الدین اینجا مولانا رو خطاب قرار میده و میگه که حالا که صحبت این حرفا شد، شما از شمس گفتی، از شمس تبریزی گفتی، اشاراتی از او برای ما بکن. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. که از برای حق صحبت سالها، بازگو حالی از آن خوشحالها. به خاطر حقی که حق صحبت سالیان ساله توضیحی بده، نکته‌ای بگو، تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. لا تکلفنی فانی فی الفنا. مولانا میگه منو به تکلف ننداز، منو به کاری که الان در حالش نیستم وادار نکن. کل تفهامی فلا احصی ثنا، کل شیء قاله غیر المفیق، ان تکلف او تسلف لا یلیق. کاری که سخنی که در حالت مستی بر زبان بیاد قابل درک نیست اگر هم من سخنی بگویم. من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. یاری که او را یار نیست یعنی یاری که بی همتاست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار تا وقت دگر. قال، دوباره حسام الدین گفت، قال اطعمنی فانی جائع فاعتجل فالوقت سیف قاطع. گفت که من گرسنه‌ام. قال اطعمنی فانی جائع واعتجل، عجله کن که زمان مثل شمشیری تیز و برانه. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. مگه تو به ما خودت نگفتی که صوفی بنده زمانه، صوفی بنده حاله، وقت رو بایستی دریافت، شاید فردایی در کار نباشه، نیست فردا گفتن از شرط طریق. تو مگر خود مرد صوفی نیستی؟ هست را از نسیه خیزد نیستی. گفتمش، مولانا، پوشیده خوشتر سر یار. من دارم داستان رو برای شما میگم، منتها پوشیده، همون جوری که در بیت آخر نینامه گفت که بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماستان. من که گفتم که این داستان همون داستانه، شما در ضمن حکایت گوش کنید. گفتمش پوشیده خوشتر سر یار، خود تو در ضمن حکایت گوش دار. خوشتر آن باشد که سر دلبران، گفته آید در حدیث دیگران. گفت حسام الدین مکشوف و آشکار و برهنه و بیقلول، بازگو دفع مده ای بلفضول. بالاخره نپیچون ما رو و آشکارا برای من بگو، من سخن پنهان نمیخوام. پرده بردار و برهنه گو، که من می نخسبم با صنم با پیرهن. گفت ار عریان شود او در عیان، نه تو مانی نه کنارت نه میان. آرزو میخواه لیک اندازه خواه، بر نتابد کوه را یک برگ کاه. آفتابی که از وین عالم فروخت، یعنی فروزان شد، اندکی گر پیش آید جمله سوخت. یا اندکی گر بیش تابد جمله سوخت. فتنه و آشوب و خونریزی مجو، بیش از این از شمس تبریزی مگو. این ندارد آخر از آغاز گو،
رو تمام آن حکایت بازگو. برگشتیم سراغ داستان.